من پشت فرمون بی دلیل نشستن رو دوست دارم. یعنی که سوار شی، شروع کنی به حرکت کردن، ولی مقصدی نداشته باشی. آره دیگه، تا جایی که حوصله داشته باشی، تا جایی که باک ماشین تو رو یاری بکنه حرکت بکنه. نمیدونم چرا، ولی برای من به شخص باحال بوده. فکر میکنم که آروم میشم، لازم نیست اون لحظه به چیزی فکر کنم. البته این قضیه هستش که بعضی وقتا که مثلا پشت فرمون میشینم و با شروع به حرکت میکنم، یادم میره که پشت فرمونم و ذهنم میره به سمت خیلی چیزا و بعد از چند دقیقه به خودم میبینم من چطوری رانندگی کردم تا الان، که فکر کنم همه همچین حسی یا حسی شبیه به این رو تا حالا تجربهش کردن. ولی خب رانندگی کلا برای من معقوله عجیبیه، لذت بخشه. البته فقط زمانی که شهر خلوت باشه یا اینکه تو جاده باشم، چون تو زمان شلوغی زیاد حس خوبی نداره، بیشتر عذاب آوره. اگه هم که آب و هوا یاری بکنه و بارونی باشه یا برفی، بارونی بهتر دیگه، بهتر از اون نمیشه دیگه، نور الان رو. این چند روز اخیر دانشگاه رو دوست داشتم، نه به خاطر کلاساش، نه به خاطر آدماش، نه به خاطر هیچ چیز دیگه، به خاطر اینکه داشت داخل دانشگاه بارون میومد. فکر باید اینوری بریم و اون اتمسفری که بارون با اون فضای سبز دانشگاه داشت واقعا خوب بود. میتونستم تحمل بکنم اون فضا رو، میتونستم ازش استفاده بکنم، میتونستم یک حسی رو تجربه بکنم که دوستش دارم. نه به خاطر اینکه از سربازی فرار کنم، نه به خاطر اینکه جامعه بهم تحکیم کرده و منو مجبور کرده، صرفا چون من دوستش دارم، بدن من، مغز من دوستش دارم. احساس میکنم که این سال جدید، سال 1404، قرار نیست فرقی داشته باشه، قرار نیست چیز خاصی باشه. من تا الان 20 سالی که زندگی کردم و خیلی سال به سالش با هم فرقی نداشته، صرفا حالا یه سری جزئیات بوده که تغییر میکرده که واقعا اونقدر ملموس نبودش. ولی الان حس بدی ندارم. یعنی من یک سری اهداف کوچیک داشتم برای پایان سال 403 که به بعضیشون رسیدم و دیگه چیزی بیشتر از این نمیخوام. احساس کنم که شاید اشتباه باشه که تو اوج جوونی انقدر سکون، انقدر سکوت و انقدر بی بخار بودن، نمیدونم، شاید خوب نیست. ولی خب چه میدونم، شاید لازم باشه یکی مجبورم کنه، شاید لازم باشه یکی بهم بگه اینو، ولی من نه تو اطرافیانم دیدم، نه به اون شکل حسش کردم. یعنی همچین نیازی رو شاید 1-2 سال دیگه، شاید چند ماه دیگه، شاید یه روز دیگه این حقیقت با یک سیلی محکم بخور تو صورتم. ولی خب تا الان که الانه هیچ خاصی نبود. امیدوارم همینطوری بمونه. یعنی زندگی چی میتونه باشه به غیر از همه این چیزا؟ تلاش ما آدم هست برای اینکه بتونیم تغییر بکنیم، موفق بشیم. مثلا که اصلا نمیشه موفقیت رو مثلا منظور تو از موفقیت چیه؟ پولدار شدن، نمیدونم، رابطه خوب، حال خوب، چی میتونه تعریف تو باشه از موفقیت؟ که البته حالا تو جامعه ما یا شاید تو کل جامعه انسان ها موفقیت یک بخش خیلی زیادش متریالیستی و مادی گرایانه است. ولی خب برای من جذابه. من نمیخوام بگم که من آدمیم که دارم جدا از انسان ها فکر میکنم، نه. من یک مشکل خیلی بزرگی که با خودم دارم که میبینم من هیچ فرقی ندارم. یعنی هر چقدرم بخوام سعی و تلاش بکنم، هر چقدرم بخوام افکار خودم رو تغییر بدم، میبینم که من شبیه به خیلیام و صرفا من یادمم مثل یادم دیگه. چیکارش میشه کرد؟ چیزی که هست، چیزی که بودم و چیزی که احتمالاً در آینده خواهم بود.
تا الان چند میلیارد انسان هوموساپینس تو این دنیا بوده، اومدن رفتن، زندگی کردن، عشق ورزیدن، خندیدن، گریه کردن، دچار مشکل شدن، موفق شدن، بالاخره رفتن. و از این چند میلیارد نفر چند تاشون رو ما الان میشناسیم؟ شاید چند هزار تا بشه از این چند میلیارد نفر، که اون چند هزار نفر واقعا ما بنمایه زندگی و تفکراتشون رو به اون شکل عمیقی که خودشون میدونن نمیدونیم. حالا این چند هزار نفر رو بخوایم فاکتور بگیریم، اون چند میلیارد نفر دیگه چی؟ اونا بودن رفتن و تموم شده، مهم نبودن. میدونین زندگی اونها منحصر به فرد نبوده، نیومدن به این دنیا که این دنیا رو تغییر بدن، برای یک چیزی به وجود نیومدن. میدونی اینطوری نبوده که بگن تو برای یک چیزی زاده شدی، تو برای یک چیزی در این دنیا هستی. همچین چیزی نبوده. اون بوده صرفا به خاطر یک آمیزش جنسی، صرفا به خاطر حالا یک چیز بیولوژیکی، زیست شناسی، و بعدش رفته، به همون دلایل رفته. و خب حالا این چیزی که من تا حدودی قبولش دارم، خیلی هم میتونن قبولش نداشته باشن، خیلی هم میتونن فکر کنن که برای یک چیزی به وجود اومدن، خیلی هم میتونن فکر کنن که این دنیا ساخته شده که اونا توش بتازن و تغییرش بدن. خب میتونن اینطوری فکر کنن، چه بسا تفکر اونا سالم تر باشه و حداقل روانشون سلامت باشه، کارش نمیشه کرد.